بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمتی همه شما همدیران و هموطنان عزیز و گران قدرم. دعا میکنم که الله متعال همه شما را در پناهش نگه و در حفظش نگه داشته باشد. همدیران و هموطنان عزیز، من عبیدالله سعیدی هستم و امروز در برنامه قدرت و حقیقت در خدمت شما طول چند ساعت دیگر قرار خواهم گرفت و پیرامون دو موضوعی که در اینجا گذاشتم و موضوع سومی که علاوگی خواهد بود، موضوع انقلاب، صحبت خواهیم کرد و انشاءالله امیدوارم که از این برنامه یک مفاد هر دو طرف، هم ما هم بینندگان ما، بتوانند گرفته باشد. همدیران و هموطنان عزیز، برنامه امروزه ما دو موضوع دارد. موضوع اولی برنامه مسئله لایک است، یعنی برداشتن لایک از جانب حکومت دیکتاتوری عمری رحمانوف است که با امضای خودی ایشان در هفته گذشته لایک برداشته شد، یعنی قانون لایک کاملا گرفته شد و دیگه برای لایک در تاجیکستان هیچ کار به جوابگری نمیکشند. مسئله دوم مسئله مهاجرت مهنتی است که عین حال قانون جدید قبول کردن که دیگه هر کسی که وارد فدراسیون روسیه می شود و پیش از وارد شدن به این کشور باید 100% یعنی کشور روسیه رو خبر کنه، یعنی 3 روز پیش از وارد شدن به فدراسیون روسیه باید حتما شهروندی که میخواد وارد فدراسیون روسیه شود باید به این کشور خبر بدهد و اگر خبر ندهد وارد شدن او ممنوع میگردد. بر اساس همین ما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد و این مشکلات هایی که در فدراسیون روسیه این حال به میان آمد و مخصوصا مسئله اسنادسازی در فدراسیون روسیه که در میدان سخارا و در نزد فیمیس سخارا ازدحام خیلی زیادی مردم بود و در اینجا حتی به قتل چندین نفرم روبرو گشت و در اونجا ما دیدیم که مهاجران مهنتی تاجیک هم نیز متاسفانه ضربه دیدن و بر اساس همین ما در این دو موضوع صحبت خواهیم کرد. خب همدیران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم میگذاریم به موضوع اولی که ما صحبت خواهیم کرد. موضوع اولی ما این لایک گذاشتن است. لایک گذاشتن در تاجیکستان از سال 2017 تا این جانب یعنی از دیدی حکومت امروزه جنایت و عملی تروریستی بود و یعنی تبلیغ عملی تروریستی و به این اساس زیاده از 1700 نفر از شهروندان تاجیکستان زندان کرده شده. ولی در سخنرانی عمری رحمانوف در سال گذشته، نه که در اول این سال بود یا که در آخر سال گذشته، یک جمله به میان آمد که هر کسی که به خاطر لایک جزا گرفته است اونها باید آزاد کرده شوند و قانون لایک، یعنی کسی که به خاطر لایک باید جزا گرفته می شود، از بین برده شود و دیگر برای لایک گذاشتن هیچ کسی به جوابگری کشیده نشود. و بر اساس همین پارلمان تاجیکستان این مسئله را آموخت ولی خیلی طول کشید. ما در مسئله دیگری دیدیم که هفته گذشته در یک هفته توانستن یک قانون دیگری که عمری رحمانوف حرف زده بود از بین ببرند و خود عمری رحمانوف هم در مدت 2 روز دیگه او را امضا گذاشت، چون این نفعش بیشتر به خانواده عمری رحمانوف بود. اما مسئله لایک کمک طولتر کشید و این مسئله بالاخره از جانب عمری رحمانوف هم بعد از آنی که پارلمان تاجیکستانی را قبول کرد که دیگر برای لایک جزا گرفتن نمی شود و کسی را به جوابگری نمی کشند و خود عمری رحمانوف نیز این را امضا گذاشت و دیگر عبارت از یعنی دیروز دیگر کسی را به خاطر لایک گذاشتن در برنامه ها، چه در برنامه مخالفان و هر برنامه دیگری که باشد، مورد آزار و اذیت قرار نمیتین و شکنجه و ظلم نمیکنند و زندان هم نمیکنند. حالا این قانون قبول شد و مهم از همه این است که بعضی از اشخاص به این قانون باور کردن و فکر کردن که در تاجیکستان دیگر به خاطر لایک گذاشتن کسی را زندان نمی کنند و زندان کاملا از بین رفت. مهمی از همه این است که سوال از همه مطرحی که ما میخوایم گذاریم این است که آیا لایک میتواند جنایت باشد؟ یعنی لایک گذاشتن میتواند جنایت باشد؟ هدف اصلی ما میخوایم این نقطه را روشن بسازیم که چگونه یک لایک جوابگری دارد و عمل تروریستی است و یا اینه که به اساس یک لایک گذاشتن با یک نفر برود پشت پنجره شود. و در همین موضوع من یک نقطه را ذکر میکنم که ما در این برنامه میخواهیم تحلیل بکنیم که از 1700 نفری که پشت پنجره رفتن چند نفرش را به مورد سنجش قرار میدیم و میگوییم که چرا اینها و بر اساس چی زندان شدن و آیا
وقتی که اینا زندان شدن شاخه سعودی تاجیکستان کار نمیکرد مگر این شاخه در تاجیکستان مگر موجود نبود و این مسئله رو ما صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید که چرا یک دانشجویی که میخواهد فقط یک مطلب رو که شاید یک گروه یا حزبی حرکت سیاسی که در تاجیکستان ممنوع است ولی بر اساس ارزش‌های ملی، ارزش‌های دینی، ارزش‌های فرهنگی چیزی رو نوشته است او را لایک گذاشته است و این در تاجیکستان همچون عمل تروریستی شناخته شد و برده زندان کرده شد و چرا چون این اشخاص باید زندان کرده شوند یک روز یک روزنامه‌نگار مقاله نوشته بود که در مسئله مشکلات مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان که مخالفان مطلب‌های زیادی نشر می‌کردند که پشتی ملت بودند و از ملت دفاع می‌کردند و زیادی از طرفداران حکومت هم در اونجا لایک می‌گذاشتند و یکی از روزنامه‌نگارا رو این نقطه را در یک جا ذکر کرده بود که آیا حکومت کدام اساس‌ها را جنایت می‌داند مگر یک مخالف در مسئله ارزش‌های ملی ما امروز حرف می‌زند مگر لایک گذاشتن اون جنایت است پس جنایت باید معین مشخص کرده شود که کدام نقطه جنایت است و کدام نقطه جنایت نیست و این حرف بسیار جالب بود و منم این نقطه رو بسیار جالب دانستم و این مسئله رو با هم من یعنی در اون فیسبوک در اونجا نظریات خودم رو نوشتم و فکر نظر خودم رو گفتم اما حالا مطلب اینجاست که ما میگذاریم به بخش یکی از پیرمردها که یکی از فرزندان همین کشور که 70 سال عمر دارد و این مرده که 70 ساله به خاطر یک لایک گذاشتن از سال 2023 تو اینجوری یعنی تقریبا 2 سال می شود در زندان قرار دارد و عین حال که این مطلب یعنی اونقدر فقیر است که حتی پولی نداشته است که برای وکیل بگه یعنی وکیل گرفتن و شکایت بردن به سود عالی بلکه بر همون سود پایانی که ایرا محکوم کردن قانع شده چون پولی شکایت کردن به دادگاه‌های بالایی را نداشته است و این نفر به 5 سال زندان محکوم کرده شده است 70 سال موی سفیدی که عمرش 70 سال هست و در یگان جنگ اشتراک کرده نمیتواند الکی 70 سال عمر دارد ولی او را به خاطر یک نقطه یعنی در زیر نوارهای مخالفان لایک گذاشتن 7 سال زندان محکوم کردند بیاین این را ما از رادیوی آزادی این مطلب را یک بار با هم میبینیم و این مطلب را بعد مورد بحث قرار بدیم خب این نوار است همسر و دختر کمال‌الدین شرافوی 72 ساله تقریبا هر ماه چنین خوراک سیرغذا آماده میکنند و به یکی از زندان‌های شهر دوشنبه میبرند. اولی ماه می سال 2023 کمال‌الدین شرافوف را با جرم افراط‌گرایی بازداشت کردند و سپس با حکم دادگاه 5 سال زندانی نمودند. تا مغز و مویز و عسل و همه‌های ارلشکره تیار میکنم برای شوهرم سال‌ها در محبسخانه هستند امیدوارم که همه خوراک‌های من بردگی میخورم و به نزد نبیره‌های فرزندانشان برمیگردم. پیوندانش میگویند کمال‌الدین شرافوف به پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای ممنوع در شبکه‌های اجتماعی گناهکار شده است. نمایندگان دادگاه شهری اصفهان ماه آگوست همان سال خبر را تصدیق کرده بودند. آن زمان به سبب مشکلی مالی این خانواده وکیل مدافع نداشت و به همین دلیل به زینه‌های بالایی دادگاه نیز مراجعت نکردند. عنایت‌خان شرافوف میگوید شوهرش انسانی راستقول و عدالتخواه بود و نظرش را جسورانه عاید مشکلات میگفت. حقیقت گو بودم. بعضا رای میکردم من بعضا تکفیر میستادم که حقیقت گویم میکنی که آدم سخت میرسد میگفتم بعد خیلی کن عادت باشد می ندانم همه خیلی آدم خوب بودم. گلجهان شرافوف و دختر کمال‌الدین شرافوف میگوید هنگام ارائه سخن آخرین پدرش در دادگاه از وضع سلامتیش شکایت کرده خواهان توبت شده بود ولی آن زمان دادرس گفته است که در زندان توبت میگیرد و گفته پیوندانش از زمان بازداشت به سبب پیری خیلی افگار شده است. ملاقات میریم فقط کمتر سلامتی هم همه وضع سلامتی پاشون نغز نه اعصاب گرفتگی حاضر همین وضع سلامتیشان شکایت میکنن لیکن فقط امیدوار که من خدا خواهد برمیگردم و پیش
بیرون پیش ها رفته دوام حیاتا همونجا با حیام سرشون هوبه. حالا با تصویب قانون نو از سوی پارلمان و پرزیدنت تاجیکستان انگشت زدن به علامت پسند یا لایک در زیر مطلب‌های اینترنتی که قبلا صدها کس را به زندان برده است دیگر جوابگری جنایی نخواهد داشت. ماه اپریل دلشاد جورایف حقوقدان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در صورت عملی شدن قانون آن به گروهی از محکوم شدگان نیز دخل خواهد داشت. او مشورت داد که چنین نفران با یاری وکیلان دفاعشان برای بازبینی شدن حکم دادگاه مراجعت کنند. گرچند پدری من عیبدار باشند هم من از هیچ کس طلب کرده نتوانم هم خواهش کرده نتوانم هم من از تنها پیشوای معظم ملت از پرزیدنت ما خواهش میکنم که همین پدری پیری من دستگیری کرده نازین بیراشون و آمده شنم. خانواده کمالالدین شرافوف امید بر آن می‌بندند که بعد این مراجعت دیگر برای پدر زندانیش راهی 500 کیلومتر را طی کرده خوراک نخواهند برد و مقامات و پرزیدنت تاجیکستان او را عفو خواهند کرد. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. و گفته حامیان حقوق تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. خب همطور که شما دیدید همدیران و هموطنان عزیز، این مرد 72 ساله که 2 سال عمرش را یعنی از 70 سالگی را زندان کردن، 2 سال عمرش در زندان گذشت که این حال 72 سال عمر دارد و با جرم اینه که گویا با کدام مطلبی مخالفون لایک گذاشته است. حالا مشخص نیست که کدام مطلب، چون دادگاه چی مطلبی رو در اینجا دریافته است که خودش که اقرار نکرده است و گناهش رو گفته است که من اصلا گناهکار نیستم و من چیکاری رو نکردم. حتی زن فرزندش میگن که بسیار یک انسان عدالت خواه بود و حقیقت رو همیشه میگفت و از هیچ چیزی ترس و هراس نداشت. و این مردی 72 ساله که موی سفید هم هست که علاوه همونطوری که شما میبینید در فرهنگ تاجیکی و تاجیکستانی انسانی که از 60 بالا بگذرد عمرش علاوه به همچون موی سفید شماریده میشود و او را موی سفید یعنی پیرمرد نام میگیرند و با احترام خاص در فرهنگ ما به چنین اشخاص گرفته میشود. ما واقعا هم با پیرمردا و با موسفیدا بسیار با احترام برخورد میکنیم، ولی میبینیم که حکومت امامزاده رحمانوف نه اینکه این فرهنگ رو شکست بلکه اصلا قبول ندارد چون این یک فرهنگ تاجیکی رو و پیرمرد 72 ساله را چیکار کردن؟ بردن در زندان محکوم کردن و او را 5 سال زندان کردن، در حالی که یک مرد فقیر است و دارایی ندارد و همونطور که شما دیدید همسرش هم ذکر کرد که پولی نداشت که برود چیکار کنه در زندان، یعنی وقتی که زندانش کردن به سود شکایت کند به سود عالی و دوباره پرونده او رو ببینن و هر ماه بازم 500 کیلومتر اینا شکار میکنن، سفر میکنن تا اینه که به پدر زندانیشان رو به همون پولی نداشته به همون فقیری که دارن در شکم خشو کمتر بخورن و به این پدرش کار کنن برن کمک برسانن. حالا سوال اینجاست که تروریست از دیدگاه حکومت رحمانوف یعنی چیست؟ وقتی که یک قانون در یک جا قبول است و یک گروه در یک جا ممنوع است، چرا فرزند این کشور که پیرمرد است 72 سال عمر دارد زندان کرده می شود و جریان های دیگری که در تاجیکستان آزادانه کار میکنن و در تاجیکستان ممنوع هستند زندان کرده نمی شود؟ سوال اصلی اینجا است که اصلا هدف زندان شدن اشخاص در چیست؟ چرا باید چنین یک پدر زندان کرده شود؟ چرا باید پدر زندان کرده شود؟ با اساس چی؟ چرا دیگر جریان ها و شخصایی که منفعت دار هستند اونا زندان کرده نمی شود؟ برای یک لایک گذاشتن یک پدری 72 ساله می رود زندان می شود، ولی اشخاص های معین در تاجیکستان آزادانه زندگی می کنند و آزادانه سفر می کنند و نه در لب مرز و نه در داخل تاجیکستان اونها رو دستگیر نمی کنند. من بر اساس همین یک مطلب دیگر برای شما نشان میدیم که گروه معین در داخل تاجیکستان که بر اساس قرار دادگاه همچون گروه تروریستی افراطگرایی قبول کرده شدن آزادانه سفر میکنن و آزادانه زندگی دارند و حتی نمایندگی این گروه در تاجیکستان است. من این گروه را تروریستی نمیگویم، ولی من
به اساس اون چیزی که در تاجیکستان امروز دادگاه قبول کرده است که این گروه تروریستی هست، چگونه اون گروه در تاجیکستان نماینده داشته باشد، اون گروه در تاجیکستان سفر کند، کارهای رسمی در سطح دولتداری بکند، اما پدری 72 ساله به خاطر یک لایک گذاشتن 5 سال زندان کرده شود. بیایید این مطلب رو ما برای شما نشان بدیم. همین مطلب رو من برای شما بیارم نشان بدیم. خب من این مطلب رو برای شما دوستان نشان میدم. مطلبی که شما میبینید دوستان در پایگاه خبری یا که تلویزیون خبری آریونیوز نشر شده است. دوستان ببخشید ما کم این طرف تا بدیم خوبتر ببینیم، چون خط فارسی از این طرف خوانده می شود و من باید حتما از این طرف بخونم، با مشکل روبرو میشم. سفر هیئت افغانستان به تاجیکستان برای پیشبرد پروژه کاسو هزار. در پایان نشست اشتراک کنندگان همچنان از ایستگاه تبدیل برق کنتور استین در شهر سنگتوده تاجیکستان بازدید خواهند کرد. بیایید این مطلب رو بخونیم. هیئت افغانستان با ریاست عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرای شرکت براشنا به هدف اشتراک در نشست پروژه منطقه کاسو هزار به کشور تاجیکستان سفر کردند. اینجا رو نگاه کنید. هیئت افغانستان با ریاست عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرای شرکت براشنا با هدف اشتراک در نشست پروژه منطقه کاسو هزار به کشور تاجیکستان سفر کرد. دوامش را نگاه کنید. در اعلامیه شرکت براشنا آماده است که قرار است این نشست با حضور نمایندگان کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان و نمایندگان بانک انکشاف اسلامی و سایر نهادهای بین المللی برگزار شود که هدف اصلی برگزاری آن بررسی پیشرفت‌ها، چالش‌ها، راه حل‌ها و برنامه‌های آینده پروژه کاسو هزار است. ببینید پروژه کاسو هزار از بزرگترین طرح اقتصادی مشترک بین آسیای مرکزی و جنوبی است که برق از قرقیزستان و برق را از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهد و افغانستان در این پروژه نقشی مهم به عنوان ترانزیتی دارد. همونطور که شما می‌بینید این نشست در تاجیکستان صورت گرفت و همونطور که شما در بالای مطلب می‌بینید نمایندگان طالبان در این نشست اشتراک داشتند و حکومت تاجیکستان در شهر سنگتوده این در بازدید این در پروژه در کدام شهر بود وازی یک بار بود تبدیل در شهر سنگتوده تاجیکستان بازدید خواهند کرد. همچنان شهر سنگتوده را از شهر سنگتوده اینه در شهر سنگتوده نه اینو شهر سنگتوده نوشتن در گیسی که از سنگتوده است اونو از دیدن کردن و علاوه بر این در تاجیکستان یک نشستی رسمی داشتن مابین کشورهای قرقیزستان، افغانستان و تاجیکستان و پاکستان و علاوه بر این بانک ملی بانکی به نظرم جهانی است، یک بانکی رشد اقتصادی آسیا است اگر اشتباه نکنم و بانک اسلامی یک بانک دیگر و این بانک ها در اونجا نشست داشتن. و حالا سوال اینجاست که به اساس قرار دادگاه تاجیکستان گروه طالبان در تاجیکستان ممنوع اعلام کرده شدند و طبق اساس آن و هر کسی که از اعضای طالبان به تاجیکستان سفر میکند و یا طالبان را دستگیری میکنند حالا به اصطلاح لایک میگذارد، ویدیوهاشون رو پدیلیت میکند و هر کاری که دیگه میکند باید در تاجیکستان بر اساس همون کار کرده شود، زندان کرده شود. پس وقتی که پدری 72 ساله تاجیکستانی به خاطر یک لایک گذاشتن میرود 5 سال زندان میشود و مادری خسته‌ناپذیر 500 کیلومتر سفر میکند تا شوهرش را در اونجا ببیند و به شوهرش یک غذا بدهد، چگونه ما سیاست را قانونمندی کشور را قبول بکنیم که چنین حالت ها به میان میآید؟ یک مردی پیرانسال به خاطر لایک گذاشتن زندان کرده می شود، ولی چنین شخصانی که در تاجیکستان ممنوع اعلام کرده شدند، گروهشان ممنوع است، سیاستشان ممنوع است، روندشان ممنوع است، ولی میان در داخل تاجیکستان آزادانه در سیاست های مملکت ما شرکت میکنند، در کنفرانس ها در سر میز با حکومت ما می نشینند و گفتگو میکنند،
پول میتین، پول میگیرن، خرید و فروش میکنن، با اونها هیچ مانعی ایجاد نمیشود. ولی کسی که چیکار کرده است فقط اینی که یک لایک گذاشته است 5 سال زندان کرده می شود. سوال به خود شما بینندگان که آیا شما این را چگونه قبول میکنید که یک گروهی که به قرار دادگاه ممنوع تروریستی اعلام کرده شده است امروز در وطن ما آزاد میگرده، ولی یک مرد پیرمرد 72 ساله پدر همه این ملت است، او یعنی 72 سال عمر دارد، پیرمرد است، در سن سال او دیگر راه گشتن سخت‌تر است و او به خاطر یک لایک گذاشتن در کجای پشت پنجره زندان می رود. چگونه یک گروه ممنوع باید حق اشتراک در محاکمه دولتی رو داشته باشد ولی یک پدر به خاطر لایک گذاشتن باید پشت پنجره رود؟ من میخوام فکر شما را ببینم چرا چون این حالت به میان میآید؟ کی باید اینها را به جوابگری بکشد؟ کدام شرکت، کدام دولت، کدام ملت میتواند اینها را به جوابگری بکشد؟ بیاید خود به خود باید سوال کنید افراطگرایی از دید مقام تاجیکستان یعنی چی؟ تروریست از دید مقام تاجیکستان یعنی چی؟ منظور از تروریست یا گروه تروریستی، گروه افراطی یعنی چی؟ ما اصلا مقصد هدفی همین حکومت را گم کردیم که مقصد شما از تروریست اکستریمیست یعنی چی است؟ اگر قتل کشتار که باشد خود دیگه طالبان در پیش چشم شما هستند. اینا یک گروه بودن که سالها جنگیدن و سالها قتل کردن و هیچ چیز هم انکار نمیکنن و میگویند ما سالها به خاطر کشور خودمون جنگیدیم و هر کسی که در مقابل ما جنگید ما را کشتیم. خب اینا این چیز اقرار میکنن، برای کشور خودشون جنگیدن و اگر شما اینا رو تروریست میشمارید پس چگونه یک پدر را به خاطر لایک زدن میبرید زندان میکنید؟ پس تروریست افراطگرایی از دید شما چی است؟ نمیتوانید این را توضیح بدهید. ما در مقاله های قبلی خوندیم که حتی حکومت طالبان نمایندگیش در تاجیکستان رسما قرار دارد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با سفارت افغانستان در دوشنبه هست مشکلات ها به میان آمده است، چون او سفارت نمایندگی طالبان یعنی در ولایت مختار کوهستان بدخشان به دست حکومت طالبان سپرده شده است و دوشنبه در دست حکومت قبلی که حالا نمیفهمم از جانب صالح اداره کرده می شود یا اینکه فرزندی احمد شاه مسعود، احمد مسعود، نمیدونم از دست کسی اداره کرده می شود، در دوشنبه که در دست آنهاست. بین اینها مختلف اختلاف به میان آمد و اینها اشاره کردند که در بدخشان دیگر ما دست نداریم و بدخشان در دست حکومت طالبان است. پس چگونه یک گروهی که به زور سلاح به سر قدرت آمد و به گفت حکومت رحمانوف او ملت تاجیک و ارزش‌های تاجیک را در افغانستان زیر پا کرد، چگونه او را که به قرار دادگاه در تاجیکستان ممنوع اعلام شده است در داخل وطن ما آزاد بروند بیایند در قرارها و در نشست‌های دولتی اشتراک بکنند ولی یک پدر و یک دانشجویی که یک لایک گذاشته است در گوشه پشت پنجره برده شود؟ مگر این ننگ نیست؟ مگر این دوگانگی در سیاست نیست؟ مگر این روسیاهی در سیاست نیست؟ مگر این دروغگویی در سیاست نیست؟ مگر این آشکار کردن ظلم شما برای ملت تاجیک و مردم تاجیکستان مگر نیست؟ چگونه شما این کار را انجام میدید؟ چگونه شما یک نفر را اجازت میدید در داخل وطن شما، یک هیئت را اجازت میدید در داخل وطن شما که با علاوه اینه که ممنوع کرده شدن بیاین اشتراک کنند در کمال‌الدین بیچاره 72 سال عمر دارد برود 10 سال زندان 5 سال زندان بشیند؟ کی موقعیتون رو آشکار میکند در قبال این ملت؟ کی شما آشکار میگویید که این ملت کی است؟ این ملت چرا باید برود زندان شود؟ این ملت پیش شما ارزش دارد یا ندارد؟ این دولت پیش شما ارزش دارد یا ندارد؟ آخه سیاست را آشکار کنید، سیاست را دروغی نکنید. این ملت بیزار شد، این ملت دیگر خسته شد، این ملت دیگر پراکنده شد، این ملت دیگر اصلا راهی رویشش را نمیداند کجا برود. از هر جای زیر ضربه قرار میگیرد. امروز در همین نشستی در همین نزد فیمیسی صخره و مردم در چه حالت قرار دارند؟ در ازدحام.
از همونجا که یک مصطفی دیگر کسل قند داشت در همون ازدحام قریمون جانش رو به جبار بسپرد، نه یاری تجلی زنگ زدن، نه او را به بیمارستان بردن، اونمون مهاجرای همونجا بوده، اگر کمک نمیرساندن در همونجا به هلاکت میرسید. شما کی را کمک میکنید؟ آخه تروریست کدام است؟ معیارش رو بیایید برای ما بفهمونید. از دید شما افراطگرایی چیست؟ معیارش رو بیایید برای ما بفهمونید. یک روز یک چیز برای شما معیار تروریستی افراطگرایی است، بعد از یک سال 2 سال میبینید که اومد نقطه رو برآورد که لایک گذاشتن معیار تروریستی ندارد. باید معیار معین کنید که چرا 1700 نفری که برای لایک گذاشتن امروز پشت پنجره هست اینها را باید آزاد نکنید؟ چرا کسانی که اینها را زندان کردن نسبت آنها پرونده باز نکنید؟ باید تعدادش فکر کرده است که این پیروزی مخالف است و ما توانستیم به حکومت رحمان فشار بیاریم، سری قورمون آوردیم. ما این همینجا نشستیم بلبل بر این صحبت میکنیم، ولی رحمانوف هر کاری میخواد در تاجیکستان انجام میدهد. بهترین های ما را زیده برده در تاجیکستان زندان کرده است و ما اینجا نشستیم بلبل بر این صحبت داریم و میگوییم که نه ما پیروز شدیم. در کجا پیروزی کردیم؟ در کجا ما غلبه و دست آوردیم؟ هر روز دروغ میگیم به خودمون، هر روز به طرفدارای خود دروغ میگیم، بر روی امین مردم چه خیلی نظر میکنیم. یک پیشنهاد اقدام جدیدی رو برای شما اگر پیشنهاد کنن در کار عملی که باید برای رفتن به تاجیکستان کاری درست را انجام بدیم، از ترس هراسی که در کجای ما را تروریسم میگویند، در کجای ما را افراطگرایی میگویند، در کجای دیگر ما را چیزی میگویند، ترس هراس دارن مردم. ولی در داخل وطن ما و شما هیئت طالبان میروند در نشست‌های دیپلماتی و دولتی اشتراک میکنند و با مبلغ‌های کلان و بزرگ برق تاجیکستان را میخرند و حتی تاجیکستان به خاطر پرداختی ترانزیت که به پاکستان برق میاد به اینا را پول میدهد و همین طریق اینا داد و گرفت میکنن. ولی ما و شما ترسیدیم که کسی ما را تروریست میگوید اگر ما بریم وطن خودمون رو به زور آزاد کنیم. پس بیا بشینید روز تا بگه حرف بزنیم. من در حیرت میمونم که چگونه ما و شما میشینیم با اعتماد باور میکنیم و میترسیم که نه ما امروز به این اعتقاد به این باور هستیم که باید انقلاب مردمی در تاجیکستان صورت بگیرد، وگرنه هیچ گونه دیگرگونی به میان نمیاد. ما منتظریم که کسی میاد برای ما در تاجیکستان حکومت میتید. کدام حکومت برای من تو میاد در تاجیکستان میتید؟ کدام قدرت برای ما میتید؟ ما این همین جمعیایم، حتی یک فشار گسترده یگانه ما امروز در راه مخالفت نمیبینیم. هر حزبش به یک دیگرش مشکل دارد. وقتی که فشنگ یک جای موجود نیست ما چگونه بتوانیم یک حکومت را به زانو بشینانیم؟ نه در راه مخالفت امروز مفادمون میرسد و نه در تاجیکستان و نه در رفتن آن. بهتر است نبودنمون نیست در همین جا. امروز این همینجا نشستیم و صحبت میکنیم و فردا فراموش میکنیم که بیایید سرجم شیم و در فشنگ و در فشار آوردن به این حکومت حد امکان اگر رفتنی هم نیستیم در همین جا یک اتحادیه، یک سرجمعی، یک یگانگی موجود باشد که با یک فکر اونم که تاجیکستانی آزاد مبارزه ببریم. ولی با هر بهانه ما از یک دیگر فرار میکنیم و یک روز یک نفر برای ما انسان عالی قدر عالی جناب است و انسان با استعداد با سواد است و همون روزی که با اون در اختلاف خوردی او برای دشمن بی سواد، ناتوان، کثیف، فلان بسمدان. در حالی که ما در اینجا 2 نفر را اداره کردن نمیتوانیم، چگونه ما ادعاهای اداره تاجیکستان را داریم؟ بعضی ها با گفت خود ادعاهای اداره میکنند ولی میبینید که یک مقاله برآمد که فلانی را ما بیرون کردیم. حالا شما فلانی را بیرون کردن این شرم و ننگ همون حرکت، همون حزب، همون روند است که نتوانست فلانی را اداره کند، نتوانست سیاست درست را استفاده برد، نتوانست
یک شخص یک نفر را به اون درجه که باید یک حزب متفکر دارای تفکری که شخصیت ها در اونجا نشستند اداره کند. پس چگونه این ملت را اداره میکنیم؟ پس به مانند رحمانوف ظلم و ستم، زندان کردن، قتل کردن و بردن آنها به پشت پنجره است. باید با اندیشه، با تفکر درست و با تصمیم های عمیق ما چکار کنیم؟ باید روند خود را پیش ببریم، وگرنه ما این گونه رفتن میگیریم. هر روز با این کاری که انجام داده می شود یک نفر همین گونه پراکنده شده رفتن میگیرد. وقتی که عقیده‌تون رو درست نمی کنید، وقتی که راه و رویشتون رو درست نمی کنید، مطمئن باشید که هر روز یک ضربه از جانب همین اعضایان، از جانب همین اشخاصا میخورید و خورده رفتن میگیرید و هیچ روز نه به پیروزی میرسید، نه دست به تاجیکستان میابید و همینجا میشینید بردن میگیرد. هزارها نمونه همین مخالف امروز در داخل تاجیکستان در زندانند، از همین خارج کشور دزدیدن بردن. هزارها نفر از همین خارج کشور دزدیدن بردن. از آلمان امروزه بردن، از اتریش بردن، از ترکیه بردن، از روسیه بردن، از لهستان بردن. از همه کشورها امروز به تاجیکستان ما مخالف سیاسی زندانی داریم که در اینجا قرار داشتن بردن شد. این مگر نشانه ضعف ناتوانی ما نیست که در اونجا حکومت رحمانوف قانون را قبول میکند، قانون را میگیرد و کسی را میکشد و کسی را بخواهد چیکار میکند؟ زندان میکند. و ما اینجا نشستیم و فکر میکنیم که در کدام مسئله پیروز شدیم. اینجا نشستن بگیریم، این قانون ها ادامه پیدا کردن میگیرد و همین مشکلات چیکار میکند؟ ادامه یافتن میگیرد و هر روز یک نفر ما پشت پنجره میرود. هر روز یک قانون دیگه قبول میکند، خب نمیفهمم، لایک رو میگیرد و فلان بسمدان و تو در دیگر جا اعلان میکنی که ما غلبه به دست آوردیم، در صورتی که دروغ میگن. اگر غلبه به میان می اومد، اگر پیروزی به دست می اومد، 1700 نفر امروز در آزادی بود. پیش از آنه که این قانون رو قبول کنن، 10 نفر 1700 نفر آزاد میکردن و 10 نفر که برای دستگیر شدن اینها دست داشتن، اونها رو به جوابگری میبردن میکشیدن که شما بیگناه بردید، اینها رو چیکار کرده؟ زندان کرده. بر اساس همین بیاید مبارزه ببرید. تأثیر این امروزه مخالف در جامعه تاجیک از همین صفر کمتر است. ما مثل یک باد امروز یک چیز را در تاجیکستان جنباندن نمیتوانیم. مثل یک باد چیزی را در تاجیکستان جنباندن نمیتوانیم. عمر علی قوتوف توانست بر روز اعلان 10 تاجیکستان را بلرزاند. سهراب ظفر توانست با تخم زدن، با برنامه و نقشه کشیدن حکومت رحمانوف را لرزه بتید. ولی ماها چیکار کردیم؟ شماها چیکار کردید؟ سالها میشینیم، سالها در اینجا با یکدیگر اختلاف میکنیم، هر روز دزدی، فریب و یکدیگر رو به چند سال دیگه میبریم. بس بدست هستیم. به خاطر پول نباید کار کرد. یک خیلی خانواده ها اومدن اعضای حزب و حرکت ها شدن و فقط به خاطر در آمدن پول به دیگرها چیکار میکنن؟ کاغذ فروخته گشتن. در حالی که امروز این ملت مظلوم نیاز به کمک دارد، ملت مظلوم نیاز به دستگیری دارد و آزاد کردن از دست ظالم دارد. بس است دیگر تهمت زدن، بس است دیگر پراکندگی، بس است دیگر دزدار دستگیری کردن. باید برخیست و مبارزه برد و در مقابل همه گونه زوراوری، در مقابل همه گونه فساد
ایستاد. فساد چی در اینجا باشد چی در تاجیکستان باشد، فساد چی در داخل حرکت ها و حزب ها باشد چی در تاجیکستان باشد، باید ایستاد و مبارزه برد و با این امین اشخاصی که موجود است و صادق است میشود در تاجیکستان دیگرگونی به میان آورد. و 4 تا دروغگویی که تا دیروز زنایشان برایشان درسشون میآموخت و زبانشون میآموخت نمیشود تاجیکستان را نجات داد. باید مبارزه برد، باید ایستاد، باید استوار با اون صادقان پیش رفت و با این صادقان میشود دیگرگونی در تاجیکستان آورد. در تاجیکستان در همین مسئله لای گذاشتن زیاده از 1700 نفر با قبل حکومت رحمانوف زندان است با خاطر تنها لای گذاشتن. حالا شما تصور کنید که هزارها نفر در زمان ایزد امان لای گذاشتن و در زمان ایزد امان با ما پیوست شدن، صحبت کردن و در برنامه بودن. امروز در پشت پنجره هستند و دههای دیگر در روند مشکلات بدخشان پشت پنجره رفتن. و امروزه اگر ما حساب کنیم که فقط 1700 نفر، اونم اولا صفر دقیق نیست، میتواند 2 برابر ای باشد، پشت پنجره هستند. پس ما باید زندانهای تاجیکستان را حساب کنیم که زیاده از 5 تا 10 هزار فقط مخالف نشسته است در اونجا. فقط به خاطر کاری که ما نکردیم، فقط به خاطر هدفی که ما رفته شدیم ولی کاری عملی که در اجرای او نکردیم. من حالی مطمئن هستم که همین حزب‌ها و حرکت‌هایی که موجود هستند تا امروز نقشه بازگشت ندارند. 1000 بار براشون صحبت میکنم. من سال 2017 یکی از سبب‌هایی که وقفه گرفتم بیرون شدم از راه مبارزه یک مدت، سببش همین بود که نقشه برنامه‌های اطلاعاتی سالی مثلا عین مین کشیده ایستاده بودیم. برادرها، من برای سال عین مین در اینجا نیومدم بشینم. باید ما وطن برگردیم، برای وطن را آزاد کنیم. و اینجا اختلاف نظر به میان اومد که مرا مجبور کرد یک مدت از راه مبارزه دورتر شم تا اینه که اختلاف در حزب‌ها و حرکت‌ها به میان نیاید. و بالاخره دوباره بازگشتم و مبارزه بردم و در هر جلسه اشاره به خود فقط برای همین کار عملی بود. ولی نه مغز متفکر شنونده است، نه انسانی است که در این راه چکار کند برود پیروز شود. تنها 4 نقطه اشخاصی میتوانند موجود باشد که یک تعداد شاید به خاطر دزدی، یک تعداد دیگر شاید برای بازگشت نیست. یک اندکی خیلی کوچک موجود است که میتواند برای بازگشت به تاجیکستان اقدام کند که متاسفانه راهبریت درستی برای رفتن در اون موجود نیست. چون اکثر جاهای تصمیم گیری همین بزدلان، ناتوانها، ضعیفان و کسانی که آماده رفتن نیستن، اینها ضبط کردن گرفتن. ولی اگر نگاه کنی اغلب متاسفانه دزد. بر اساس همین ما کوشش میکنیم که در هیچ برنامه از هیچ کسی نه درخواست پول کنیم و نه کمک اقتصادی از کسی بپرسیم و تمام تلاش‌هایی را میکنیم برای آزادی وطن، برای آبادی وطن در رضای او باشد و اگر توانایی را داریم کمک برسانیم، نه کمک بگیریم، کمک برسانیم برای این ملت مظلوم. یک برادر ما در فرودگاه ایرپورت بریتانیای کبیر مانده بود. وقتی مرا زنگ زدن ما کمک کردیم. وقتی بعد از یک مدت زنگ زد گفت من کمک شما را بر بگردانم، گفتم نه برادر، کمک ما را بر نگردان و یک نفر دیگر مثل خودت کمک برسان یا 2 نفر دیگر. ما باید این گونه باشیم، باید کمک کردیم بگیم که باید کمک کمتر رفتن بگی، باید به یک دیگر کمک برسانیم. متاسفانه حکومت از همه جهت بالای ما فشار میارد، دروغ میگوید. از همه حالت لایک گذاشتن باطل کرده شد، یعنی دیگه به خاطر لایک گذاشتن زندان نمیشود. ولی 1700 نفر پشت پنجره کسی آزاد نمیشود.
و کسی به جوابگری کشیده نمی شود. گروه طالبان در تاجیکستان ممنوع است آزادانه در رأس دولتی نشست ها میگذرانند. در نشست های رسمی اشتراک میکنند. این را میگویند تروریستی جهانی، تروریستی بین المللی و تروریستی دولتداری. یعنی در سطح دولت این گونه کارها انجام داده می شود. ولی ما و شما را ترس میتیم که کدام حزب حرکت، کدام کشور، کدام سازمان اگر امروز به خاطر مبارزه وطن از کدام الفاظ استفاده کردید، از کدام عقیده استفاده کردید، از کدام راه استفاده کردید، شما را تروریست اکستریمیست میگویند. تروریست اکستریمیست از دیدگاه مردم دیگر برای ما چی اصلا ربط دارد؟ بگذار هر چی اسم میگیرن بگیرد. ما دیدیم امروز چی است. ما همین گونه همین حکمت رحمان رو نگاه کنیم تروریست چی است از دیدی او. همین را بر نظر بکنیم. همین برای ما کافی است. پس گذاشتن و گرفتن قانون الک در تاجیکستان یک کار دروغ دیگر، یک کار مکاری دیگری حکومت امالی رحمانوف است که از این طریق باز هم چیکار میکند؟ باز هم مردم رو عقیدهشون رو آشکار میکنه، برای زندان میکنه. وگرنه چرا تا این زمان 1700 نفر آزاد نشد؟ دروغ گفتن، بهتان زدن و تهمت کردن نسبت این ملت و بردن. وگرنه طالبان در تاجیکستان آزاد گشتند. هیچ گروهی در تاجیکستان امروز تروریستی و افراطی نیست. مطمئن باشید همین روز منافعتون به منافع اونها، همین روز بالای حکمت رحمان و فشار بیارید، فردا شما رو به رسمیت میشناسن. یک زمان در مقابل همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می جنگیدن، یعنی با هم زد و خورد جنگی داشت همین حکومت رحمان رو. وقتی فشار آورد اومد با هم صلح کرد. با دید که ضعیف شدن، با دید که فقط در دست کامپیوتر گرفتن، فقط به خاطر مبارزه باز زد بیرون شو کرد. هر زمانی که زور سلاح آمدید شما را میپذیرند. هر زمانی که از این دست کشیدید شما برای اونها هیچ معنا ندارید. یگانه راهی که میشود حکومت ها را مجبور ساخت این اتحادیه سرجمعی، دوم گرفتن سلاح و مبارزه، بردن جدی در مقابل یک حکومتی این گونه دیکتاتور است. وگرنه هیچ وقت نیروی شما را قبول نخواهند کرد. دوستان عزیز، برمیگردیم به موضوع دومی که ما در اینجا صحبت خواهیم کرد. موضوع دومی ما مسئله مشکلات مهاجرت مهنتی و قانون‌های نوی که قبول کردن خواهد بود. و علاوه بر این ازدحام نوی که در نزد کنفرانس فمیسی سخر و صورت میگیرد که این قانون بسیار ربط دارد به همین مسئله امروزه که ما صحبت کنیم، یعنی موضوع اولی ما که حکومت امالی رحمانوف انجام داد. بیا این مسئله را از رادیو آزیا پلوس من به سمت شما برسانم. خب اگر ما این را به سمت شما برسانیم از آزیا پلوس، همطور که شما میبینید در روی اکران خود در اینجا آماده شده است که شروع از 30 ایون سال جاری شهروندان خارجی که به روسیه سفر کردند خواهند باید نه دیرتر از 72 ساعت پیش از ورود به این کشور برای مقصد ورود و بود و باش معلومات پیشنهاد کنند. این قسم دومی لایحه تجربوی دایر به مؤثرسازی قاعده‌های ورود و خروج شهروندان خارجی است که در این باره قرار حکومت روسیه از 7 نوامبر سال 2024 برآمده بود. انا ببینید که دوستان اساس این قانون دیگه شهروندان باید چیکار کنن؟ برای ورود شدن به روسیه باید 72 ساعت پیش معلومات پیشنهاد کنن. ببینید یک آدم پیوست کنیم میگذاریم. محمد سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله نگهبانت باشه برادر. زنده و سلامت باشین. تمام مخالفا را نگهبان باشه. اینا که ما تیار اینا ما گیجوی که روی کنیم میرم والله قسم همین جانم سیر شدم که در همین غریبی همه سیر شدن برادر. همه برنامه دقیق مخالفت و موبیلیزاسیون باید در مخالفای امروزه باید موجود باشد. من امروز با یکی از راهبران مخالفان صحبت داشتم و همین مسئله را ما بررسی کردیم که باید یک پیشنهاد دقیق باید داشته باشیم که چگونه ما آمادگی برای رفتن داشته باشیم و مخصوصا
این موبیلیزاسیون است که ما از این طریق میتوانیم سرجم کنیم اشخاصی که به مانند خود شما آماده رفتن هستند و اینو آماده بسازیم و کوشش کنیم که حد امکان اگر در داخل وطن نمیشود در هر یک جای دیگر مردم رو تجمع کنیم و برای رفتن به تاجیکستان تیاری ببینیم. وگرنه ما در طول 10 سال میشود فقط از جانب رهبریت ها همین گونه فکر میفهمیم که امروز میره فردا میشود، فردا میشود پس فردا میشود، امسال میشود سال دیگر میشود. خب همین گونه پیشنهادها رو میشنویم ولی هیچ عملی در اجرای این ندیدیم. پس باید نقشه گذاری کنیم و نقشه و استراتژی را بکشیم و برای بازگشت مردمی که آماده هستند تیار کنیم. وگرنه ما نمیتونیم تاجیکستان بر بگردیم. برادر گپت معقول. ما 10 سال به گپ گفتین، شما اینمو شما را دیده بیدار شدیم، مثال چشممون هوشید. ما خیلی چخیل بگم دیگه که به گپ نمیشوه برای که وای نمیفهمه. چخیلی که پیشتر شما خیلی کردین گفتین که برای لایک او مردم از سرش تو میتا ایسوسو این گپ شما 100% یکه حق های گپتون. برای هوای اولش الله آخرش الله یک چوره دیگه دیدن در کار. بله من تیارم که جایی که در کار باشه و الله قسم یوردم یکم قسمت در کار نیست، من خودم به اونجا را میرم. باید اینگونه 100% اینگونه باشد که ما آماده باشیم برای بازگشت. وگرنه وطن ما این گونه اگر همین زندانی ها را نگاه کنیم گفتم که تقریبا حدود 5 تا 10 هزار زندانی مخالف با عقیده سیاسی در زندان است و 6000 نفر فقط در جنگ سوریه کشته شد، 1000 نفر در جنگ اوکراین است و دههای دیگر در اینجا و اونجا در حمله های تروریستی به این اون بهانه کشته شدند یا اینکه پشت پنجره رفتن. و زندان های روسیه امروز پر از کسایی است که یا عقیده سیاسی داشتن یا عقیده دینی داشتن و اگر ما هم همین آماده می با تاجیکستان یک بار برمیگشتیم فکر میکنیم این اتفاق میافتاد که ما تا اینجا می اومدیم میرسیدیم. باور کنید اگر 1000 انسان مسلح یک جا جمع شود رحمانوف از بین میرود. این گپتون 100% ای. هیچ وقت رحمانوف باور کردن در کار نیست ای. او لعینه خیلی که خدا رحمت کنه مغفرت کنه پروردگار دوش جنت کنه او مرحله قوت او گفت شیطانی اساسی لعین در نام تاجیکستان ای. انمو او فرزندی خودش کو در کار باشه او نمیبخشه فرزندی خودش با کی تاجیکای مثال پروا یگام ما و یگام مردم نداره. بله زنده باشه برای هوای ما اشمو مینداری خما بیان میکنم و التماس میکنم که یک خلاصه نقضه بیاین. بله زنده باشه برادر عزیز. این حتما انشالله. من گفتم که ما یک صحبت داشتیم ولی به جلسه های حضوری نیاز است و حتما باید کوشش کنیم که تمام حزب‌های مخالف حرکت ها و کسایی که حد امکان پرجوشند و میخوان بر بگردن تاجیکستان باید یک نشست داشته باشیم در یگون کنفرانسی که وقتی که ما رفتیم حضوری باید مسئله بازگشت و استراتژی بازگشت حتما ببینیم و این چیزا بآموزیم و برای بازگشت یک کاری عملی انجام بدیم. وگرنه ما همین گونه رفتن میگیریم. همین سفر اخیری شرافدین گدایف خودش یک نشانه ای است که باید حتما کارها دیده شود و جریان ها باید بالای همه موضوع ها بستن فکر کنن نقشه بکشن وگرنه این گونه ایستادن میگیریم. چون 10 سال میشد فقط صحبت است. ما میبینیم که مردم واقعا خسته شدن از صحبت و اگر این گونه رفتن میگه هیچ کس دیگر نه اعتماد نه باوری و هیچ گونه نمیکنه. مثلا یک بار بگو فلان حزب یا فلان گروه میره در تاجیکستان انقلاب میکند یا اینکه اعلام کند که مثلا من در تاجیکستان میرم انقلاب میکنم. فکر کنی مردم باور اعتمادش میکنن دیگر؟ نه، چون 10 سال میشود فقط حرف میزند. باید در قدم اول همین راهبران همین اشخاصی که امروز دعوت میکنن خودشان در جبهه در یگان جو دیده شوند تا اینکه مردم اعتماد باور کنند که در اونجا هستن که بر بگردن وگرنه مردم نمیرود دیگر چون فقط حرف زده شد تا امروز. به همین خاطر ان شاء الله که نقشه ها باید کشیده شود و این چیزا باید دیده شود. 100% برادر زنده و سلامت باشین برادر. رحمت شما را الله نگهبان باشد تمام مخالفا را. امیدواریم اول الله بعد ای شما. زنده باشید برادر سلامت باشید. زنده باشید برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.
خب دوستان و هموطنان عزیز، ببینید این یکم مسئله است. مسئله دوم این ازدحام. ببینید این ازدحام مردم هم که شما میبینید در نزد صخره. بیا این مسئله را یک بار از رادیو آزادی نگاه کنیم. چند روز است که ازدحام عظیم در نزد مرکز مهاجرت صخره در شهر مسکو جمع آمده است، چون تا 3 ماه دیگر مهلت قانونی کردن این اقامت و کار در روسیه برای خارجیان به پایان میرسد. مقامات این کشور گفتند که با مهاجران غیر قانونی چند ماه دیگر و تا سپتامبر امکان میدهند که حضورشان را قانونی گردانند. برای همین همه روزه هزارها مهاجر ساعت‌های دراز و گاه زیر باران و آفتاب سوزان نوبت می‌پایند و بعضی‌ها به پاتنت و اجازه کار و اقامت و دستی پای شکسته برمیگردند. چندین کاربر رادیو آزادی با فرستادن ویدیو از نزدیک مرکز صخره و نقل کردند که روز 15 می در نتیجه تلاطم به بندوباری پای و قبرغه چند مهاجر از جمله زنی تاجیک شکسته است. از این پیشتر صبح روز 8 می یک مهاجر تقریبا 40 ساله تاجیک هنگام نوبتداری در نزد صخره فوت دیده است. مصاحبان رادیو آزادی گفتند که او بیماری قند داشته است و چند روز پی هم برای گرفتن پتن می اومد. وقتی بیمار از پای افتاد کسی یاری تعجیلی را دعوت نکرد. در نزد مرکز مهاجرت سنت پترزبورگ عین احوال بوده است. با خارجیان و بخصوص مهاجرانی که غیر قانونی در روسیه قرار دارند مهلت دادند که تا 10 سپتامبر سندهای خود را درست کنند و یا از این کشور بیرون شوند. در عکس حال بازداشت و رانده می شوند و یا جزا می گیرند. ثبت نام در اداره های مهاجرت پیشنهاد معلوماتی به بیومتری و پزشکی، شهادتنامه دادستانی زبان روسی، دانستن زبان روسی و شرط‌های اساسی کار و اقامه قانونی در روسیه است. این دیوم مسئله. مسئله سوم، این مسئلهش بعداً میخونیم. این مسئله مهم است برای خب رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین گفت که با مفتشان این نهاد سفارش داده است که همراه با کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه و راستگواردیا در ریدهای محلی تمجیعی مهاجران اشتراک کرده آنهایی را که شهروند روسیه را گرفتن خود را به قید حربی نآوردند مشخص کنند. حالا ببینید این مسئله با مفتشان این نهاد سفارش داده است که خوب نگاه کنید. سفارش داده است که همراه با کارمندان وزارت کارهای داخلی و راستگواردیا در ریدهای محلی تجمع مهاجران اشتراک کرده آنهایی را که شهروند روسیه را گرفته خود را به قید حربی ندار آوردند مشخص کنند. حالا ببینید باستریکین که پیشوا با شیوه بسیار برحمانه گاه غیر قانونی سرکوب مهاجران و کشورهای آسیای مرکزی کار میکند، روز 20 می در همایش حقوق شناسان پترزبورگ سخنرانی کرد. او از جمله گفت 80,000 چنین شهروندان روسیه الکی خپیده شده و 20,000 شهروندان جوان روسیه که با چه سبب زندگی در ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان را خوش ندارند در جبهه قرار دارند. 20,000 نفر تا امروز از مهاجرانی که از 3 کشور ببین با آشکار ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان در جبهه قرار دارند. یعنی ما تا امروز میگیم که 1000 نفر شهروند تاجیکستان تنها در اون جمعه جنگند، در جنگ که تنها شهروند تاجیکستانند. ولی اگر با این صفر نظر کنیم تقریبا 8000 یا که 7000 نفر از شهروندان تاجیکستان الکی که دو شهروندی دارن در جنگ رفتن چیکار کردن اشتراک میکنن. با عبارت این بازم چیکار دارن هر روز در ازدحام ها و یا در جمعیت هایی که در یک جا تاجیکا جمع میشوند، دیگه ملت ها جمع میشوند، میروند و دستگیر میکنن و هر کسی که شهروند روسیه داره یا تاجیکستان فشار میارن در قید میمونن و او را چیکار میکنن؟ میگیرن به جنگ میبرن. شما دیدید نسبت شما چیکارا رو انجام داده میشوند. چرا همین نفر در تاجیکستان تروریست همین باستریکین در تاجیکستان همچون یک افراطگرا
و یا همچون یک تروریست اعلام کرده نمی شود. میگوید فرمان داده است با 20,000. ببین 80,000 را دستگیر کردن، از 80,000 20,000 شهروندان 3 کشور آسیای مرکزی که از جمله تاجیکستان در آن است به جنگ بردن. یعنی ما امروز تعداد تاجیکان را که 1000 نفر میگفتیم در جنگ، اونها را میکنیم چند هزار؟ 8,000 نفر. 8,000 نفر شهروند تاجیکستان که 7,000 او دو شهروندی دارن، امروز چیکار کردن؟ در جنگ در اوج ایران اشتراک میکنن. شما تصور کنید که اگر همین 8,000 3,000 در مقابل رحمانوف میجنگید چی گپ میشد؟ 3,000 امی شما فکر کنید که از همین 8,000 امکان داره که الکی 4,000 امی الکی مرده باشد. به خاطر چی؟ به خاطر کشتن اوکراین ها و به خاطر سرخوشی روس ها. همین روس ها کدام روس ها؟ همین روس هایی که امروز اینا چیکار کردن ببینید. این اینجا همین روس هایی که ما و شما را یک در چه حالت نگاه میدارن، در ازدحام. بیایید همین مطلب رو در یوتیوب ما ببینیم. بیایید مثلا یوتیوب باز کنیم. یوتیوب مثلا میریم ازدحامی، خب میریم بخشش میریم ازدحامی مردم. در یوتیوب بیایید ببینیم. اینجا میزنیم که ازدحامی یا که بیا بنویسیم مهاجران سخروف. مهاجران سخروف انا می نویسیم. بیایید اینجا ببینیم. 9 ماه پیش یگان مقاله نوشته ببینیم. بیا با زبان روسی بنویسیم. با زبان ما کامپیوتر ما روسی کنم. ببخشید بچه‌ها، من اینجا نمیبینم زبان کامپیوتری من. زبان کامپیوتر من روسی. خب این روسی شد. میگرانتی و سخ این رو ما خورتر کنیم تو اینکه نسبت ما شکایت نکنم بچه‌ها. اینجا Пищик. Видео и говорит, что в Сахарово погиб человек. Я не знаю, это правда или нет, но он мне скинул самое главное видео из-за того, что... Всем привет, ребята. Мне скинул подписчик видео и говорит, что в Сахарово погиб человек. Я не знаю, это правда или нет, но он мне скинул самое главное видео из-за того, что очереди большие в 6 утра, в 5 утра, как он мне говорит. Якобы из-за этого стало человеку плохо, он упал, и якобы он погиб. Ну, не знаю, умер или нет, правда это или нет, может быть, все и хорошо, и дай бог, чтобы было все у него хорошо. Но вы, ребята, если захотите посмотреть полное видео, просто здесь в Ютубе нельзя показывать, переходите к нам в Телеграм, вы увидите, там даже 2 или 3 человека упало, в очереди они стояли. Вот это потому что... خب بیام میگه در تلگرام من امین ازدحام هست، بیام وارد تلگرام امین میشیم و در تلگرامی کاستلام اوپن تلگرامی کاستلام دمو امیر باز کنیم. متاسفانه کانال این برادر بسته است. این حال من اگر که همون ویدیو رو پیدا کنم بله من ویدیو رو پیدا کردم. بله من اینجا چند چیز رو بجا کردم از تلگرام. من عین حال این نوار رو در تلگرام برای شما نشان بدیم. خب ما برگردیم بریم به اسکرین تلگرام. بله اینجا شما ببینید. متاسفانه اینجا باید من این سرچ کنم. بله
چون این تلگرام نشون نمیتید؟ بیا من این ویدیو را اسکچات کنم، این طریق برای شما نشون میدیم، این بهتر خوبتر میشه. به خاطر که تلگرام خوب نشون نمیتید از این طریق که ما دیده شدیم. بله تلگرام از این طریق خوب نشون نمیتید و بر اساس همین بیاید. بله بهتر است که من ویدیو رو اسکچات میکنم برای شما نشون از طریق چی نشون میدیم، به خاطر که تلگرام نشون. به هر صورت شما این مسئله رو در اینجا دیدید. حالا بیا چند چیز دیگه رو ببینیم. چند چیز دیگه رو اینجا نگاه کنیم. ما هم یوتیوب که عین حال بدیم، ما هم یوتیوب دوباره برگردیم. همین یوتیوب دوباره برگردیم و این یوتیوب برای شما بیاریم. همونطوری که شما میبینید ما در مسئله Сахарова اینجا Сахарова مسئله в Москве умерли мигранты только вместе Сахарова. With a simple search, متاسفانه باید من این رکلام را بردارم به خاطر you که can discover the world. Doing things like this. And that there. Or even this. Wherever you're going, discover tours, tickets and attractions at getyourguide.co.uk. Unforgettable travel experiences. This incredible mold remover gel can restore your bathroom and tiles to their original shine in just 15 minutes. This incredible product eliminates stubborn mold and mildew in seconds without any scrubbing. السلام عليكم братья и сестры, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Обязательно досматривайте ролик до конца, поставьте. Мигрант погиб в очереди. Человек. گاز اومده؟ نه این نوار نشد دوستان، من یه نوار بهتر پیدا کنم. دوستان گرامی این یکی از نوار، من موسیقیش کم در کنم. یکی از نوارها نو اسکچات شد. خب یکی از نوارها همونطور که شما دیدید علاقه یک نفر افتاده است از پا و این نفر دومش که حتی احتمال زیاد از دنیا گذشته است. یعنی تقریبا آدم‌ها خیلی زیاد در صخره تجمع کردن، اون شمارهشون به هزارها میرسد و در اون تنگی که بازم پلیس ها حتی نوارهایی است که میزنن اونها را، همون استیلای اخرانیکایی که محافظایی که در اونجا هستن اونها را لطوکوب میکنن و از همین طریقتی بازم میبینید به علاوه همین اینا چیکار میکنن؟ در اونجا میروند برای قانونی گرداندن اسنادهای خود میستن، ولی بالاشون خیلی ظلم و ستم زیاد میشود و بر اساس همین وقتی که تمام سختی‌ها را میارن، سختی‌ها یک اساس دارد، فشار آوردن بالای مهاجران به خاطر سفر کردن به جنگ اوکراین، چه تو شهروند یک کدام کشوری نباشد. برای همین ما این مطلب رو خوب میخونیم و این مطلب رو تحلیل میکنیم. این چنین رهبر کمیته تفتیشات گفت که روسیه تحت نام مهاجران جنایتکاران آینده سفر میکند و آنها را قبیده به وطنشان برگردانیدن لازم است که جنایت رو آنجا نه در روسیه صادر کنند. یعنی دستگیر میکنن همه و کسانی که به اینها نیاز است یا به جنگ میرود اینها را میگیرن و کسانی که به جنگ نمیرود و چیکار میکنند به فکر اینها درست نمیاد او را جنایتکار گفته دیپارتاسیون میکنن که برای در وطن خود جنایت کنه. ببین ساختارهای حفظ قانون روسیه هر سری چند وقت رید ضد مهاجران برپا کرده با آنهایی که شهروندی روسیه را قبول کردن
به دستشان دعوتنامه خدمت حربی را سپریده به جنگ میفرستد. دیدید بعضی حالت‌های هم هست که آنها را به ترس و تهدید به کار کردن شهروندانشان با امضای سازشنامه به وزارت دفاع مجبور میکنند. حتی اگر که نخواهی تو را چیکار میکنن؟ میبرند مجبور دیپارتاسیون. و مسئله دیگر اینجا نگاه کنید. سرگئی اکسیونوف راهبری از سوی مسکو تعیین شده کریم پیشنهاد کرده است که ورود خانواده های مهاجران کاری به روسیه منع کرده شود. یعنی که خودت در روسیه کار میکنه حق نداره که زن فرزندت رو به روسیه بیاری. با گفته اکسیونوف سیاست مهاجرت در روسیه باید پرزور کرده شده، مهاجرت مهنتی نیز از جانب دولت تحت نظارت شدید قرار داشته شود. با گفته اکسیونوف سیاست مهاجرت در روسیه باید پرزور کرده شده، مهاجرت مهنتی نیز از جانب دولت تحت نظارت شدید قرار داده شود. طور اکسیونوف در کانال تلگرام خود خبر داده است وی حجت‌های ضروری را برای پیشنهاد عاید این مسئله به دوم دولتی آماده دارد. پیشنهاد به معنی آوردن خانواده‌های مهاجران مهنتی به روسیه و از بین بردن امکان دریافت شهروندی روسیه بر روابط کاری مربوط است. مهاجران باید آماده کار کنند و بعداً به وطن برگردند، نوشته است او. در یک سال اخیر دوم دولتی روسیه 34 طرح قانون را قبول کرد که در ورود اقامت و کار مهاجران در این کشور محدودیت‌های زیاد جوری نموده و آنها را هرچی بیشتر در یک قشر به حقوقی و آسیب‌پذیر تبدیل داده است. یعنی همونطور که شما می‌بینید دوستان گرامی در طول چند ماه اخیر روسیه تقریبا 34 طرح و قانون را قبول کرده است که همه اینها مسئله سخت گردانیدن مهاجرت مهنتی در فدراسیون روسیه است. همه چیز را قبول میکنند، مسئله سخت گردانیدن مهاجرت مهنتی است. و هر روزه میگوید که ما جنایتکارا را چیکار میکنیم؟ در وطن خودشون 20,000 نفر رو گرفتن به خدمت حربی و به جنگ بردن و در اونجا امکان داره بیشتر از اونها کشته شده باشند. در حالی که نگاه کنید این نفر رو ببینید، همین نفر در روز هفته گذشته چند نفر رو نجات داد. بیا این مطلب را از رادیوی آزیاپیلوس بخونیم. امدادخواهی کودکان رو شنیده خود رو به همه آتش گرفته زدم. سیدعلی شریفوف مهاجر تاجیکی سه کودک روس رو از سوختار نجات داد کیست؟ اینجا خوب دقت کنید. 3 کودک روس رو نجات داد. 3 کودک روس رو از سوختار نجات داد. خوب دقت کنید. یگان تاجیک رو نجات نداده است. کودکای روس رو خودش رو جانش رو در خطر گذاشته 3 کودک روس رو نجات داد. بیا دوامش رو میخونیم. چند روز پیش قهرمانی مهاجر تاجیک که 3 کودک رو در روسیه از سوختار نجات داد در سرحد رسانه‌های تاجیکستان و روسیه قرار گرفت. او 4 مرتبه به خانه آتش گرفته وارد شده یک کودکان رو از نام آتش نجات داده است. اینجا یک نوشته است، خب اشتباه است. شده کودکان را از کام آتش نجات داده است. قهرمانی او باعث تحسین کاربران زیاد در شبکه‌های اجتماعی گردید. آزیاپیلوس این جوان را پیدا و با او اطراف این حادثه و کار فعالیتش صحبت نمود. سید ولی شریف زاده شهر فیض‌آباد است. او 32 سال دارد و قریبا 16 سال این جانب در روسیه برای کار می رود. او در یک از کارخانه‌های ولایت سوردلوفسک روسیه به حیث چلنگار کار میکند. همچنان بعد کار و روزهای استراحتی به کیروکشی مشغول می شود. منظور شاید تاکسی باشد. با نقل همصحبت ما سوختار شام 14 می در آشیانه اول بینای 5 آشیانه در منطقه برزوسک ولایت سوردلوفسک رخ داده است. او وقتی که از داروخانه برمیگشت صدا و فغانی و امداد طلبی کودکان خردسال شنیده به کمک او شتافت. مردم رفت آمد میکردند ولی هیچ کس به فریاد کودکانی که ما رو نجات دهید میگفتند اهمیت نمیداد. دویده از تیریزه‌ای که باز بود وارد خانه شدم و زود بیرون برآوردم. آدمان گفتند که در خانه باز کودک است. دوباره به خانه داخل شده کودک دوم رو پیدا و زود آنجا برآمده
بر اومدم. مردمی که جمع آمده بودن گفتن که صاحب خانه 5 فرزند دارد و در داخل باز کودکان هستند. مرتبه سوم وقتی که به خانه نزدیک شدم الکی همه جا را دود غلیظ گرفته فرا گرفته بود و یک حجره آشپزخانه آتش گرفته بود. نقل میکنه شریفوف. همصحبت ما میگوید که با سبب که نفس کشی دشوار شده بود از تیریزه خانه نفس تازه گرفته بار دیگر به جستجو سر کردم. یعنی حالت شما نگاه کنید که این نفر وقتی که میخواهد نجات بدهد یک کودک روس رو دو تاش رو نجات داده است، سومش رو میخواهد نجات بدهد وارد خانه میشود، در اونجا سختی روبرو میشود که از دودی که غلیظ است نمیتواند نجات بدهد، میاد بیرون از تریزه باز نفس میگیرد، دیگه بار چیکار میکند؟ به خاطر فرزندی روس چیکار میکند؟ میاد او را نجات میده. در حالی که این حیوان ابله نگاه کنید چی میگوید؟ کودک خانواده روس نجات میدهد و این کثیف شهردار قریم چیکار میکند؟ میگوید که نگاه کنید راهبر از سوی مسکو تعیین شده قریم پیشنهاد کرده است که ورود خانواده مهاجران کاری به روسیه منع کرده شود. آیا این نفر نمیداند که همین جوان 32 ساله تاجیک و مهاجر مهنتی برای خانواده شما جانش را در خطر گذاشت و میرود در آتش خودش را میپرتاید و کودک شما را نجات میدهد. مثلا این مسئله را این ابله و این خر نمیخوانده باشد. میگه که خانه 2 حجره و یک آشپزخانه داشت. الکی یک حجره و آشپزخانه آتش گرفته بودند. در روشنی آتش دیدم که هیچ کس در داخل نیستند. با یک حجره هنوز آتش نرسیده بود. به حجره در آمدن با سبب که دود سیاه همه جا را فرا گرفته بود مشاهده کردن امکان پذیر بود. بعد چند لحظه جستجو کردم از بالای کتی خواب پیدا کردم که بحال شده بود. زود به بیرون آوردم. نقل کرده است شده. فکر کو 2 خانه رو الکی که آشخانه و خانه یک اتاق خوابی الکی آتش گرفته بود. این انسان تلاش کرد که از اونجا این کودک روس رو پیدا کند ولی در آتش نگاه کرد که در اونجا کسی نیست و بعد خانه دیگر در اومد کجا الکی دودی سیاه شده بود، هیچ جا رو نمیدید. صاحب کرده با دستا کفته نگاه میکند که یک تخت خواب است و در روی تخت خواب یک کودک روس خواب است. الکی آواز دیگر نمیکند چون دود دیگر گرفته از شوش رفته است. او کودک سوم رو چیکار میکند؟ از مابین دودها بیرون میبرد. او میگوید که با شنیدن آن که در داخل باز کودک است مرتبه 4 به خانه وارد شده همه جا رو مشاهده کرده است که یگان کس نیست. بعدا معلوم شد که 2 فرزند دیگری صاحب خانه در بیرون بودند. او زود خانه را ترک میکند چون امکان ترکیدن گاز زیاد بود. حتی بار 4 وارد خانه میشود و در خانه هیچ کس پیدا نمیکند و بیرون میشود و امکان دارد که یعنی گاز ترکد و هر چیز دیگه که خود همین جوان به هلاکت برسد. حتی میگوید که دیگه ترس نداشتم. وقتی که فریاد کودکان رو شنیدم طاقت کردن نتوانستم. یگان نفر هم نبود که آنها را نجات دهد. خدماتی آتش نشانی نیز هنوز نرسیده بودند. وظیفه انسانی خود را اجرا کردم. به نظر من در این حالت بی‌طرف بودن امکان ندارد. میگوید او مگر همین نفر اکسیونوف این چیز رو نمیبیند؟ مگر حیوانی این نفر گجا شد، این نفر اسمش چی است، برانسکی، این مسئله رو نمیبیند که میگوید که باید سخت کار کرده شود، مهاجران قانون شکن باید برده شود؟ این مسئله رو نمیخوانند. مگر کدوم مسئله رو ما میتوانیم در اینجا بیان کنیم که هر روز یک مهاجر تاجیک یک خانواده روس را نجات میدهد از مرگ؟ این یک قطره ای است که نشر می شود ولی در هیچ جا نامش را در رسانه های روسی بزن در یگان جا نامش را تاجیک نمیگیرند. ولی وقتی که یک تاجیک یک کاری غیر قانونی میکند در همه جا نامش را می نویسند، میبرند که تاجیک فلان کار کرد، تاجیک در کراکو سیتی فلان کار کرد. در همین رادیوی آزادی به این مسئله را ببینید. بازم تاجیکایی که با اتهام در کراکو سیتی گمانبر گویا دانسته شدن بازم وحشیانه تمدید کردن، اسمشان را بازم نوشتن تروریست های تاجیک.
خب این نشانداد چی است؟ برای همین مهاجران مهنتی تاجیکستان که کسانی که در فدراسیون روسیه قرار داره از جمله زیاد دقت دهید، اهمیت بدهید که وضعیت شما روز تا روز بدتر می شود. کسانی که شهروندی روسیه دارید، شما در کوتاه‌ترین فرصت بگردید روسیه برای شما جای کار نیست. شما پاسپورت روسی دارید، کره جنوبی را همچون جای کار، ژاپن رو همچون جای کار، کیتای رو چون به روسیه امکانیت‌های بیشتر میتید جای کار انتخاب کنید. در فدراسیون روسیه قرار نگیرید، ترک کنید. هر روز نسبت شما روزها گذرانده می شود، شما را دستگیر میکنند و شما را میبرند در همین جنگ قربانی میکنند. پس پیشنهاد ما است که شما در کوتاه‌ترین فرصت ترک روسیه کنید و از مهاجران مهنتی که شهروند روسیه را ندارند شما خود را قانونی بگردانید و کوشش کنید که در تمام فشارها عاقبت دپارتاسیون و تاجیکستان را اختیار کنید. هیچ وقت به خاطر بودن یعنی که باید براتون پاسپورت بتین، مال بتین، جنگ و رفتن به یگان جا اختیار نکنید، چون در جنگ شما کشته میشوید، در جنگ شما نابود کرده میشوید و هیچ مفادی به شما و به ملت شما در این جنگ نیست. و شما میبینید که هر روز این مسئله سخت‌تر و سخت‌تر میشود. و پیشنهاد دیگر به حکومت دیکتاتور امالی رحمانوف است که این وضعیت را بیاموزید و کار کنید و نگذارید که این مسئله ها همین گونه رفتن بگیرد. شما دیدید که زیاده تقریبا از 8000 تاجیک امروز در جنگ روسیه می جنگیده است. با شماره‌ای که اینو میگن 8000 نفر. پس بایدم کوشش کرد، تلاش کرد، مردم رو از جنگ نجات داد. همونا رو هم شهروند تاجیکستان هست، امروز از زمین خواری و زاری و از زمین بیکاری رفتن در اوج شهروندی روسیه گرفتن. پس این مسئله رو باید دید و باید کار کرد، خود رو نجات داد از این مسئله. مسئله دیگر مسئله قانون نو رو زود اهمیت بدهید و اگر که در کوتاه‌ترین فرصت حکومت توانایی دارید این قانون رو بکار کنید که چرا باید یک شهروند تاجیکستان پس از روسیه شدن وارد شدن روسیه باید 32 ساعت یا که 72 ساعت یعنی 3 روز پیش باید خبر دهد. خب یک انسان تاجر است تصمیم میگیرد که فردا باید سفر کند، تصمیم میگیرد که عین حال تجارتش در روسیه در خطر است باید سفر کند. خب اون نیاز به باید چنین حالت ها نداشته باشد. شما وضعیت مردم و تاجر و هر کسی رو در روسیه تنگتر و تنگتر میکنید. از همه شما خواهش میکنیم که دوستان این مسئله رو ببینید، بآموزید و کوشش کنید که دگرگونی به میان بیاد. همدیاران هموطنان عزیز و گرامی، ما اگر هر روز در هر مسئله صحبت کنیم باز هم حرفا برای گفتن بیشتر و بیشتر است. برای که من یک اسیمیج رو جواب دیم، بخشش برادم، بخشش زبانی کامپیوتر. خب اینجا من یک چیز دیگر با سمتشون برسونم. خب مسئله که ما امروز صحبت کردیم یعنی در دو موضوع. موضوع اول مسئله لیگ گذاشتن یا که برداشتن قانون لیگ برای آزاد کردن از جزا. مسئله دومی که ما صحبت کردیم مسئله مهاجرت مهنتی و قانون نوی که قبول کرده شد که بسیار مهم می‌دانستم که مردم مهاجر مهنتی این مسئله را بدانند. به همین اساس من میخوام که چند مسئله دیگر را ببینیم که ما باید چی درسی بگیریم. موضوع سوم ما این موضوع هر روزه ای است که موضوع انقلاب و بیداری انقلاب و رویش رفتن به وطن. من میخوام این مسئله را در اینجا بیان بدارم که همدیاران و هموطنان عزیز، همونطور که شما دیدید موضوع اولی را که صحبت کردیم مسئله درویگی حکومت در مسئله افراطگرایی و تروریستی. شما دیدید که یک پدر 72 ساله و یک دانشجوی جوان به خاطر لیگ گذاشتن
که از گروه های ممنوع در تاجیکستان بود برده زندان کرده شدن. پدر 72 ساله 5 سال و او دیگرش 8 سال، تنها به خاطر یک لایک گذاشتن. ولی در مسئله گروه طالبان که با قرار دادگاه همچون یک گروه تروریستی اعتراف شده است، در نشست رسمی دولت و در سطح دولتداری و در سطح دیپلماتی قبول کرده می شود و از اونها همچون یک هیئت رسمی پذیرفته می شود و هیچ یک از اونها دستگیر کرده نمی شود. این نه تنها یک اختلاف سیاسی نیست، این یک درویگی سیاسی است. این یک درویگی سیاسی است که تو ملت خود را فریب میکنی، به هر بهانه‌ای میبری پشت پنجره، ولی یک گروه دیگری که تو تروریستی میشماری اون یا رسما در کشور تو فعالیت میکند و هیچ کاری دیگری انجام نمیدی. این نشان دادی چی است؟ ما باید دقیق بدانیم که مسئله رسیدن انقلاب از اینجا آغاز می شود که ما درک میکنیم که حکومت، دولت‌های ابوالقدرت و جامعه جهانی امروز هر چیزی را که منفعت میدانند اون را برای خود میپذیرند و هر چیزی را منفعت نمیدانند اون را تروریستی میگویند. پس وقتی که ما برای منفعت خود برآمدیم و مطمئن باشیم که آزادی وطن ما مسئله مهم است، برای ما دیگر فرقیت نمیکند. ما این مسئله را آشکار بیان میکنیم و میریم وطن خود را انقلاب میکنیم. وقتی که انقلاب اگر از اینجا آغاز پیدا کند که ما بتوانیم مسئله را دقیق کنیم که در تاجیکستان درویگی وجود دارد، جهان در درویگی وجود دارد، جهان فقط منفعت شخصی خودش را، سازمان ها منفعت شخصی خودش را، شخصیت های سرمایه گذاری خودش را میبینند، پس ما به این خلاصه میرسیم که اولین نقطه که ما کار میکنیم این رسیدن به یک تاجیکستان آزاد باشد، از هر راهی که نباشد. ما دیدیم که گروهی که با زور سلاح آمد قدرت را گرفت امروز همه جا قبولش میکند. گروه طالبان در تاجیکستان همچون یک گروه تروریستی افراطگرایی است. وقتی که با سلاح آمد قدرت را گرفت امروز حکومت تاجیکستان رسما قطعش کار میکند، در سطح دیپلماتی میپذیرش و حتی یک نمایندگی هم در بدخشان به دست اینها سپرده است و هر روز چیکار میکند؟ بازم هزارها مبلغ با اونها میتید، هزارها مبلغ دیگر میگیرد. یعنی در ساحه اقتصادی کارهای زیادی میکند. پس وقتی که ما میخواهیم تاجیکستان را آزاد کنیم، پس درس عبرت بگیریم. نمونه دیگرش مسئله سوریه است. حکومت امروزه سوریه با زور سلاح میاد حکومت را میگیرد، اشر به صدر را سر میکند و او از جانب امریکا 1 میلیون دلار یک تعیین کرده می شود، ولی میبینیم که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در هفته گذشته در ریاض میشیند، دست او را میجخد و میگوید که یک جنگ آور جسور و تمام تحریم ها را از سر سوریه میبردارد و میپذیرد و حکومت او را قبول میکند به رسمیت. تمام اتحادیه اروپا امروز حاکمیت سوریه را قبول کردند و تمام تحریم ها را برداشتند، به فرانسه دعوتش کردند، با دونالد ترامپ با رئیس ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد و دههای دیگر. این نشان دادی آنی است که اگر ما منفعت ملتمون رو در نظر بگیریم، پس دقیق است که مسئله انقلاب ما پیروزی در دست ماست. چون ما باید بدانیم که هر کشور منافع شخصی خودش را دارد. اگر ما برخواستیم و ملت را آزاد کردیم، اونا بخواهن نخواهن ما را میپذیرند دیگه. پس مسئله تروریسم، افراطگرایی، اکستریمیسم و این مسئله ها را باید کنار بگذاریم و اصل هدف ما این آبادی و آزادی تاجیکستان باشد از زیر ظلم و ستم حکومت امامی رحمانov. پس مطمئن باشید که آزادی به دست ما می آید. و باید آماده شد و امروز دعوت میکنم از تمام جوانان که بیایید صحبت کنیم. من در بیشتر بخش مستقیم های خود شماره تلفنی واتساپ و تلگرام هم رو گذاشتم. شما زنگ بزنید و برای بازگشت به تاجیکستان آماده شید. هیئت های خود را قوی میگردونیم، موبیلیزاسیون را آماده میسازیم و آهسته آهسته برای رفتن به تاجیکستان تیاری میبینیم. وگرنه این گروه های کوچک و خودجوشی که آماده رفتن هستند، اگر همینا برنگردن، مطمئن باشید که هیچ انسان آماده نجات این ملت و این کشور نیست.
پس باید ما منتظر هیچ کسی نباشیم، منتظر رفتن این همین آدمای خودجوش باشیم که این انسانای خودجوش برمیگردن و وطن از دست اینا بود میکنن. وگرنه 10,000 تاجیک 8,000 تاجیک در جنگ امروز اوکراین و روسیه می جنگد، 6,000 در جنگ سوریه و عراق کشته شد. امروز نمیفهمم در جنگ افغانستان 1000 نفر دیگر در اوجه و در گروه های تروریستی افراطی هزارها نفر دیگر و 10,000 دیگر زندانی در تاجیکستان. و این مسئله نشان می‌دهد که هر روز قربانی و ما هیچ گونه به پیروزی نمیرسیم اگر همین گونه رفته شدیم رفتن بگیریم. پس باید به خودجوش‌ها اعتماد کرد، باور کرد، برخاست و رفت مسئله تاجیکستان رو آزادیش رو به دست آورد. وگرنه خواری آینده ما به دست خودمان انجام می شود. و همون گونه‌ای که من در برنامه دیروزه گفتم که اخبار رسید که برادر ما سهراب ظفر رهبر حرکت سیاسی گروه 24 در چه حالت قرار دارد، این یک نمونه آشکار است. نگه سرسفید، پژمرده، سیاه و کبود هر روز بالای او ظلم کرده می شود. حتی از سزا او را انتقال نمی‌دهند به حکومت، به زندانی اصلی. در اونجا هر روز نگهش می‌دارن و نسبتش ظلم و ستم کرده شدند. در حالی که نسیم جان شریفوف را در کوتاه‌ترین فرصت روان کردند به زندان خوجند، ولی ایراد چیکار کردن؟ در همونجا نگاه می‌دارن و هر روز نسبتش ظلم میکنن. و همین گونه ده ها زندانی دیگر رو در اونجا نگاه دارن، هر روز نسبتش ظلم میکنن. و اگر وجدان انسانی دارید و اگر کسی رو برادر میشمارید و وعده دادید و بایدن با این وعده بیستید و رفته مبارزه ببرید. من میدارم که احزاب‌های امروزه چیکار انجام میتن و چیکار انجام نمیتن. پس بس کنید کارهایی را که انجام دادید تو امروز، بربخیزید، جسارت کنید و بیروید مبارزه ببرید. تمامی کاری که امروز حزب‌های سیاسی میکنن، حرکت‌های سیاسی میکنن، هدفشون این بخش‌های مستقیم و بخش اطلاعاتی است. تا ایمو در بخش امنیتی، در بخش برنامه کشی و در یگان بخش دیگر هیچ فعالیتی ندارند. بیاید یک فعالیت دیگر رو اونها را نشان بدهید. همونطوری که گفتم در مسئله خارجه در یگان کاری را انجام ندادیم. مسئول بخش خارجی داریم ولی در بخش خارجه کار نمیکنه. هر روز یک نفر از دولت‌های خارجه مخصوصا از اروپا روان میکنن به تاجیکستان. چی کار عملی انجام دادیم؟ پس هیچ کار انجام دادن نمیشود مگر اینه که ما درک کنیم که ما خودمون باید بریم تاجیکستان رو به زور از دست ظالم بگیریم، نگاه نکرده به هر بهانه‌ای که نسبت ما هر اتهامی که وارد میکنن. های تروریسمون میگن بگذار بگن، افراطگراییمون میگن بگذار بگن، هر چیزی که میگن گفتن بگیرن، وطن رو از دست ظالم امالی رحمان باید نجات بدیم. این حکومت رو باید ما به جهانیان تا امروز نشان میدادیم که کی است. در نشان دادن همین حکومت در جهان که یک تحریم نسبت همین حکومت کند ضعیفیم، ولو چه برسه به اون کار دیگر. یگان کار را انجام در اینجا را نمیدیم و برای بازگشت به تاجیکستان کاری را انجام نمیدیم. پس ملت باید امروز درک کنند، مردم باید درک کنند و مسئله انقلاب را یک اصل قرار بدهد و برای آبادی و آزادی تاجیکستان مبارزه ببرد. دیگر وقت شما را طولانی نمیگیرم ممدوران و هموطنان عزیز. طول چند یعنی تقریبا 1.5 ساعت در پخش مستقیم در حضور شما قرار داشتیم و از همه شما خواهش میکنیم برادران و هموطنان عزیز برنامه ما رو دستگیری کنید. من نمیفهمم کانال دو برنامه اخیر میشود با مشکلات روبرو است، بیننده‌اش کم است. لایک کنید، زیاد نظریات بنویسید و کوشش کنید که برنامه بیننده بیشتر بگیرد. حالا میتواند از سبب کدام شکایت زده باشد در کانال، چی مشکلات هایی داشته باشد، ولی به هر صورت کوشش کنید که کانال ما نو است و همطور میبینید ابونه‌چیش هم کم است. شما دستگیری بکنید، زیاد ابونه شید و ما انشالله کوشش میکنیم که برنامه بیشتری برای شما پیشکش کنه و انشالله که اگر که بیننده بیشتر شید و شما بیشتر نظریات نوشتید، کمک کردید، ما هم بیشتر برای شما برنامه پیشنهاد میکنیم. از این طریق انشالله امینین که انقلاب رو نزدیکتر میکنیم و کوشش میکنیم که بر بگردیم به وطن از هر راهی که نباشد و در تاجیکستان انقلاب کنیم. اگر نه این گونه رفتن میگیریم در پی یک دیگر شما رو به خدا میسپارم. پروردگار همه شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله.